فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده که شماره تلفنشون که اسم دادن آخرش 57 48 می باشه این است که آیا دکلره کردن ابرو حرام است یا خیر؟ بله، اون چیزی که در نصوص شرعی اومده درباره حرمت گرفتن ابرو، اون گرفتن ابرو یا حالت دادن ابرو و شکل دادن، مدل دادنش هست به وسیله نمس باشه که نامسه و متنمسه در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع مورد نفرین قرار گرفتن و اون تعبیری که در این روایت اومده و روایات دیگر این است که تغییر خلق الله هست. بدین خاطر نمس یعنی چه معناش؟ نمس به معنی کندن مو هست، یعنی گرفتن ابرو هست، به صورت نمس گرفتنش باشه یا به صورت تراشیدنش باشه. اما اگر به موارد دیگر باشد، مثلا به اصطلاح معروفی تشقیر باشد یا یک نوع رنگی باشه که یک مقداری یعنی دیده نشود، نامرئی بشود، دکلره بشود یا هر مورد دیگر، اینها جزء موارد حرام شمرده نمیشوند. حرام قطعی در این صورت نیست. اون چیزی که درباره ابرو حرام هست گرفتن ابرو هست یا کندن ابرو یا تراشیدنش هست. اما این صورتی که شما فرمودید این اشکال شرعی نداره و جایز هست.